یه کلاس دارم. خیلی کار دارم. سلام، خوبی؟ میایم بریم رستوران؟ سلام. میایم بریم نهار مهمون من؟ میایم بریم نهار مهمون من؟ از این چالش هاست؟ بله. ببین دوست دارم ولی وقت ندارم واقعا. میشه برنامه‌تون رو یه نگاه بندازی؟ الان ساعت کجا هست حالا؟ رستوران کاسی. باش کاسی رو میام. با دوست جدیدم رفتیم پلو کباب اصیل گیلانی بخوریم. از اونجایی که تو گیلان مخلفات حرف اولو میزنه، ما هم گفتیم تا میشه همه مدلشو بگیریم، فقط میزمون رو ببین پر شد از رنگ و دوست جدیدم پلو کباب میکس ترش و چنجه و منم میکس چنجه و کوبیده گرفتم. همین که غذا اومد رو میز بوی کته محلی و کباب همه جا پیچید. چنجه‌اش کاملا مزه‌دار شده با بافت نرم و پنبه‌ای بود و تو دهن آب میشد. کوبیده هم چرب و لذیذ بود. این حجم برنجی که توی یه کورس داده واقعا برای من زیاده. خیلی بافت نرمی دارن و واقعا خوشمزه و خوش‌طعمه. طبق معمول انقدر حجم غذا و مخلفات زیاد بود، پک کردیم داریم با خودمون میبریم.